با سلام، مراجعه شده خونه مشتری. این پیچ رو میبینید، پیچ دستگیره است که داخل هرز میچرخه. دورش سیم بستیم، کشیدیم عقب نشده، هر کاری کردیم نشده. حالا روشی که به ذهنمون رسید اینه که این پیچ رو با دلر بچرخونیم، یعنی سوراخش بکنیم این پیچ از بین بره و با انبر توسط انبر مهره پرش کن اینو یه مهره بهش پرش کنیم و جای پیچ بذاریم. حالا برای اینکه این دور و بر بیشتر از این خط نیافته و چون یخچالمون هم نو هستش، میایم یه سری چسب دور و بر پیچ میزنیم به این حالت. که خط و خشی روی بدنه یخچال نیفته. حالا چون این داره هرز میچرخه، ما اگه مته رو بذاریم رو سر این شروع میکنه هرز چرخیدن، مثل همین پیشگوشتی نمیشه. باید یکی از همکارا این پیچ رو نگه داره و با دلر ما اینو سوراخ بکنیم که ما این کار رو روی این انجام دادیم و روی دستگیره پایینی میبینید به این حالت سوراخمون در اومد. حالا توسط یه مهره پرش کن داخل یه مهره میذاریم و پیچ رو میبندیم. فقط من تا مهره رو ببندم یه لحظه فیلم رو قطع میکنم تا دوباره خدمتتون برسیم. خب دوستان ببینید این دستگاه مهره پرش کنه، من مهره رو سرش میذارم به این حالت میزنیم داخل. بعد به این حالت باز میشه و میبینید به این راحتی جای مهره قبلی بسته میشه و پیچمون رو داخل این میبندیم. ببینید دوستان، برای من پیچ بالایی رو میخواستیم سوراخ بکنیم، همکارمون با نگه داشته اینو و ما با مته کوبالت، میبینید مته کوبالت به این حالت سیاه و طلاییه، خیلی آهسته. ببینید دوستان الان که دیگه اینجوری میشه، باز خیلی آهسته میبینید یه دفعه میکشه تو مته رو که اگه بکشه از اون مره بدنه در میاد. حالا این سوراخ رو فشارتر میکنیم و با انبر مهره مجددا مهره میزنیم برای این پیچ. خب دوستان دقت بکنید، کاملا دستگیره ها بسته شد به این حالت و به این حالت میتونیم پیچ ها رو عوض بکنیم. با تشکر.